تا حالا شده با گوشیتون یه ویدیو بگیرین و بعد که نگاش میکنین حسابی بخوره تو ذوقتون؟ میدونین چی میگم؟ لرزون، نورش هی کم و زیاد میشه، رنگاش هم یه جوریه. خب خبر خوب اینه که همون دوربینی که الان تو جیب شماست قدرتش رو داره که ویدیوهایی در حد هالیوود ضبط کنه. جدی میگم. تو این ارائه کوتاه میخوایم بهتون نشون بدیم چطور قفل این قدرت پنهان رو باز کنین. خب این جمله یعنی چی؟ این فقط یه حقیقت جالب برای گفتن تو مهمونی‌ها نیست. این یه مدرکه. استیون سودربرگ یه کارگردان اسکار برده یه آیفون 7 برداشت و باهاش فیلمی ساخت که میلیون‌ها دلار فروخت. این به ما چی میگه؟ میگه که قدرت واقعی توی دانش شماست، نه تو گرون بودن تجهیزاتتون. یه نگاه به این دوتا تصویر بندازیم. سمت چپی همون کابوس همیشگیه. یه ویدیوی لرزون که نورش مدام بالا پایین میشه و رنگهاش بیروحه. اما سمت راستی اون چیزیه که ما دنبالشیم. یه تصویر سینمایی با ثبات، با نور یک دست و رنگهایی که داستان تعریف میکنن. هدف ما دقیقاً همینه که شما رو از سمت چپ ببریم به سمت راست. خب اولین قدم برای این سفر چیه؟ اینکه حالت خودکار یا همون اتومود دوربینتون رو برای همیشه فراموش کنین. این بزرگترین اشتباهیه که تقریباً همه ما انجام میدیم. چون با این کار تمام کنترل و خلاقیت رو از خودمون میگیریم و میدیم دست گوشی. بیاید ببینیم چرا این کار بده. وقتی دوربین روی حالت خودکاره یعنی داره به جای شما تصمیم میگیره و راستشو بخواین اغلب هم تصمیم‌های بدی میگیره. نتیجهش میشه یه ویدیویی که از 100 متری داد میزنه من آماتورم. این تغییر ناگهانی نور و رنگ دقیقاً همون چیزایی هستن که یه ویدیوی حرفه‌ای رو از یه ویدیوی معمولی جدا میکنن. راه حلش فوق‌العاده ساده است. کنترل رو از هوش مصنوعی گوشی پس بگیریم. چطوری؟ با استفاده از اپلیکیشن‌های دوربین دستی یا منجوال کامرا. با این اپ‌ها دیگه شما کارگردان واقعی فیلمتون هستین، نه گوشیتون. دوتا از بهترین گزینه‌ها برای شروع فیلمیک پرو و مومنت پرو کامرا هستن. هر دوتاشون عالی‌ان، ولی پیشنهاد ما مومنت پروه، چون با یه بار پرداخت اونم فقط $6 برای همیشه مال شما میشه. فکرشو بکنین، با هزینه کمتر از یه پیتزا یه ابزار فیلمسازی حرفه‌ای تو جیبتون دارین. خب حالا میرسیم به بخش اصلی ماجرا. 4 تا تنظیم جادویی که ویدیوهای شما رو زیر و رو میکنن. اینا مثل الفبای زبان سینما میمونن و روی هر دوربینی از گوشی شما گرفته تا دوربینای چند صد هزار دلاری هالیوود وجود دارن. آماده این؟ اولین مفهوم نرخ فریم یا فریم ریته. ویدیو در واقع یه عالمه عکس ثابته که پشت سر هم نشون داده میشن. نرخ فریم به ما میگه تو هر ثانیه چند تا از این عکس‌ها گرفته میشه. این تنظیم حس و حال کلی ویدیو شما رو مشخص میکنه. قانونش خیلی ساده است. برای اینکه ویدیوتون ظاهر سینمایی داشته باشه، از 24 فریم در ثانیه استفاده کنین. این همون چیزیه که چشم ما تو سینما به دیدنش عادت کرده. اگه میخواین صحنه‌ای رو بعداً آهسته یا اسلو موشن کنین، با 60 فریم در ثانیه یا بالاتر فیلم بگیرین. همین دوتا عدد رو یادتون باشه. تمام. حالا بریم سراغ ایزو یا ISO. ایزو مثل یه شمشیر دولبه است. از یه طرف تصویر شما رو به صورت دیجیتالی روشن‌تر میکنه و میتونه تو تاریکی نجاتتون بده. اما از طرف دیگه اگه زیاد بالا بره تصویر رو پر از نویز یا همون برفک‌های دیجیتالی میکنه و کل کار رو خراب میکنه. پس قانون شماره 1 و طلایی ایزو اینه تا جایی که میتونین پایین نگهش دارین. این نویز دیجیتالی دشمن شماره 1 ویدیوی حرفه‌ایه. دلیلش هم اینه که سنسور دوربین گوشی‌ها کوچیکه و وقتی نور کمه برای جمع کردن نور به تقلا میفته. وقتی ایزو رو بالا میبرین این ضعفش رو نشون میده. سعی کنین از عدد 800 بالاتر نرین. تنظیم سوم سرعت شاتره. خیلی ساده است. سرعت شاتر یعنی سرعت پلک زدن دوربین. این تنظیم مشخص میکنه که هر کدوم از اون فریم های ویدیو چه مدتی در معرض نور قرار بگیرن. هرچی این پلک زدن سریعتر باشه، نور کمتری وارد میشه و حرکت هم واضحتر ثبت میشه. وقتی سرعت شاتر پایینه، دوربین برای مدت بیشتری نور رو میبینه و هر چیزی که حرکت میکنه کشیده و تار میشه. نتیجهش میشه یه جور تاری رویایی. انگار دارین یه نقاشی متحرک میبینین. این افکت برای صحنه‌های خواب و رویا یا نشون دادن سرگیجه عالیه. حالا برعکس شاتر سریع شما رو پرت میکنه وسط میدون جنگ. هر فریم توی کسری از ثانیه ثبت میشه و هیچ تاری حرکتی وجود نداره.
نتیجه یه تصویر خیلی تیز، خشن و واقع گرایانه است که حس اضطراب رو منتقل میکنه. دقیقاً مثل صحنه‌های نبرد تو فیلم نجات سرباز رایان. خب حالا نه میخوایم ویدیومون رویایی باشه نه جنگی، میخوایم طبیعی به نظر برسه. چیکار کنیم؟ یه قانون طلایی داریم که باید مثل اسمتون حفظش کنین. سرعت شاتر باید 2 برابر نرخ فریم باشه. یعنی اگه با 24 فریم فیلم میگیرین، شاتر رو روی 1.48 یا نزدیکترین عدد بهش، یعنی 1.50 تنظیم کنین. این فرمول ساده طبیعی ترین طاری حرکت رو به شما میده. خیلی خوب. تا اینجا نور و حرکت رو کنترل کردیم. اما یه تیکه خیلی مهم از پازل مونده، رنگ. و کلید رسیدن به رنگ‌های دقیق و سینمایی چیزی نیست جز تراز سفیدی یا همون وایت بالانس. کار وایت بالانس اینه که به دوربینتون بگه ببین تو این نوری که هستیم رنگ سفید این شکلیه. چون نورای مختلف رنگ‌های متفاوتی دارن. نور شمع زرده، نور مهتابی آبیه. اگه این رو به دوربین نگین و روی حالت خودکار بذارینش، ممکنه یه‌ها رنگ پوست آدم‌ها آبی یا سبز به نظر برسه. از این اسلاید یه اسکرین شات بگیرین. این 2 تا عدد نقطه شروع عالی برای شما هستن. برای فضای داخل با نور لامپ‌های معمولی حدود 3200 کلوین و برای فضای بیرون تو نور روز 5600 کلوین. اینا شما رو خیلی به رنگ طبیعی نزدیک میکنن. البته نترسین که کمی با این اعداد بازی کنین تا به رنگ دلخواهتون برسین. خب اصول اولیه رو یاد گرفتین و حالا کنترل دوربینتون دست خودتونه. وقتشه چند تا فوتکوزه‌گری یاد بگیریم که کارتون رو از خوب به عالی تبدیل میکنه. اینا جزئیات کوچیکی هستن که تفاوت بزرگی ایجاد میکنن. یادتونه گفتیم سرعت شاتر باید 2 برابر فریم ریت باشه؟ خب توی روز آفتابی اگه این قانون رو رعایت کنین تصویرتون بیش از حد روشن یا به اصطلاح سوخته میشه. راه حلش چیه؟ فیلتر ND. فیلتر ND دقیقاً مثل عینک آفتابی برای دوربینتونه، نور رو کم میکنه تا شما بتونین حتی زیر نور شدید خورشیدم قانون طلایی سرعت شاتر رو رعایت کنین. اینم چکلیست نهایی حرفه‌ای‌ها. اینا رو همیشه یادتون باشه. 1. همیشه از لنز اصلی گوشیتون استفاده کنین چون بهترین کیفیت رو داره. 2. برای حرکت‌های نرم و سینمایی یک گیمبال بگیرین. 3. از نور کم فرار کنین. این پاشنه آشیل همه گوشی هاست. و 4. حواستون باشه که قسمت‌های روشن تصویرتون اونقدر سفید نشن که جزئیاتشون از بین بره. و این نکته آخر ما رو برمیگردونه به همون فیلمساز حرفه‌ای استیون سودربرگ. ببینید چقدر هوشمندانه عمل کرد. اون میدونست آیفون تو نور کم ضعیفه. پس به جای اینکه با این محدودیت بجنگه دورش زد. صحنه رو تو روز روشن فیلم برداری کرد و بعداً تو تدوین با اصلاح رنگ اون رو تبدیل به یه صحنه شب باورپذیر کرد. پس آخرش به این سوال میرسیم آیا واقعاً بهترین دوربین همونیه که همیشه همراهتونه؟ شاید این جمله کلیشه‌ای به نظر بیاد ولی وقتی علم استفاده از اون دوربین رو داشته باشی از هر حقیقتی واقعی تره. حالا شما این دانش رو دارین، پس بریم بیرون و داستان خودتون رو بسازین.